دمشق ثبت کردند در ظاهر شبیه یک زمین لرزه کوچک بود. اما آنچه لرزه‌نگارها با مقیاس 3 ریشتر ثبت کردند نه حرکت صفحات زمین بلکه انفجار مهیبی در پایگاه هوایی بود که تبدیل به نقطه عطفی در تحولات نظامی خاورمیانه در ماه‌های اخیر کرد. این انفجار که تمام زیرساخت‌های کلیدی پایگاه را نابود کرد تنها بخشی از یک طرح گسترده‌تر استراتژیک بود. طرحی که با بیش از 480 عملیات هوایی در خاک سوریه به نابودی 80% از توان نظامی این کشور انجامید. هدف این عملیات‌ها که بزرگترین اقدام نظامی تاریخ اسرائیل به شمار می‌رود، چیزی فراتر از تضعیف قدرت نظامی سوریه است. آنچه در سوریه در حال شکل گیری است را می‌توان یک آرایش نظامی جدید در منطقه دانست. وقتی تانک‌های مرکاوا در 30 کیلومتری دمشق مستقر شدند، کمتر کسی تصور می‌کرد این پیشروی محدود بخشی از یک طرح بزرگتر برای تغییر موازنه قدرت در منطقه باشد. اما اکنون با تسلط بر ارتفاعات استراتژیک جولان و کوه هرمون یا جبل الشیخ و ایجاد منطقه دفاعی اسرائیل برای نخستین بار در تاریخ خود توانایی اجرای عملیات‌های مستقل بدون نیاز به پشتیبانی آمریکا در عمق 2700 کیلومتری، یعنی دقیقاً پشت مرزهای غربی ایران را به دست آورده. هسته اصلی این استراتژی ترکیبی هوشمندانه از عملیات‌های هوایی، تسلط بر ارتفاعات کلیدی و نفوذ اطلاعاتی است که نه تنها معادلات نظامی را تغییر داده، بلکه قواعد بازی در منطقه را نیز دگرگون کرده. ما در این ویدیو به بررسی عمیق‌تر تحولات اخیر و تأثیرات اساسی آن بر معادله نظامی بین ایران و اسرائیل خواهیم پرداخت. اگر تا حالا عضو کانال ما نشدید لطفاً کانال آدمیرال رو سابسکرایب کنید و با لایک کردن و اشتراک گذاری این ویدیو از ما حمایت کنید. شبکه متراکم پدافند هوایی سوریه که زمانی یکی از پیشرفته ترین سیستم‌های دفاعی خاورمیانه به شمار می‌رفت، اکنون به میدان آزمونی برای استراتژی جدید نظامی اسرائیل تبدیل شده. اسرائیل با اجرای بیش از 480 عملیات هوایی دقیق، الگویی از حملات سیستماتیک را پایه‌گذاری کرده که هدف آن نه تنها تخریب اهداف نظامی، بلکه ایجاد یک منطقه کاملاً غیر نظامی در عمق خاک سوریه است. در قلب این استراتژی نابودی سامانه‌های پدافند هوایی سوریه قرار دارد. شبکه‌ای که با سامانه‌های پیشرفته روسی مانند SA-5، SA-6، SA-8 و SA-17 مجهز شده بود و توانایی خود را با سرنگونی یک فروند جنگنده F-16 اسرائیل در سال 2018 به اثبات رسانده بود. اما اکنون با نابودی 80% از سامانه‌های کوتاه برد SA-22 و 90% از سامانه‌های متوسط برد SA-17 این شبکه دفاعی عملاً از کار افتاده. گستره جغرافیایی این عملیات‌ها نیز نکات قابل تأملی به همراه دارد. از پایگاه هوایی مزه در حومه دمشق که زیرساخت‌های حیاتی آن منهدم شده تا انهدام سایت‌های راداری در کترا و حما، از تخریب مراکز فرماندهی در حلب تا نابودی انبارهای مهمات در لاذقیه و حمص، هیچ تأسیسات نظامی مهمی از این حملات در امان نمانده. اما چالش اصلی در این میان محدودیت‌های ذاتی جنگنده‌های F-35 بود. این هواپیماهای پیشرفته با وجود برخورداری از فناوری رادارگریزی با برد عملیاتی 2100 کیلومتری خود نمی‌توانستند بدون سوختگیری مجدد مأموریت‌های دوربرد را انجام دهند. تلاش برای افزایش برد با استفاده از مخازن سوخت خارجی نیز راه حل مناسبی نبود، زیرا این مخازن با تغییر شکل هندسی هواپیما قابلیت رادارگریزی آن را مختل می‌کردند. راه حل این معما در استفاده هوشمندانه از هواپیماهای سوخت رسان نهفته بود. اما این هواپیماهای غول پیکر به دلیل ساختار بزرگ و سرعت پایین حتی در برابر سامانه‌های پدافندی قدیمی نیز آسیب پذیر بودند. اینجاست که اهمیت نابودی شبکه پدافند هوایی سوریه آشکار می شود.
اکنون این هواپیماها می توانند در فاصله 600 تا 700 کیلومتری از مبدأ بدون نگرانی از تهدیدات پدافندی سوخت رسانی هوایی انجام دهند. تسلط بر ارتفاعات استراتژیک نیز بعد دیگری به این توانمندی افزوده. جبل الشیخ یا کوه هرمون با ارتفاع 2800 متر سالها به عنوان سپری طبیعی عمل می‌کرد که امکان نفوذ هوایی به عمق اسرائیل را فراهم می‌ساخت. اکنون با استقرار سیستم‌های راداری پیشرفته در این ارتفاعات، هر حرکتی در آسمان منطقه توسط اسرائیل قابل رصد و رهگیری است. موازی با عملیات‌های نظامی آشکار، یک نبرد پنهان نیز در جریان است. در این عرصه، موساد استراتژی نوینی را در پیش گرفته که از آن به عنوان نفوذ معکوس یاد می‌شود. این استراتژی که در تاریخ جنگ‌های اطلاعاتی کم سابقه است، به جای تلاش برای نفوذ مستقیم در رده‌های بالای سازمان‌های هدف، رویکردی کاملاً متفاوت را دنبال می‌کند. حزب الله لبنان که زمانی از قدرتمندترین نیروهای نظامی منطقه به شمار می‌رفت، اکنون به نمونه از اثر بخشی این استراتژی تبدیل شده. در سال 2018 حزب الله حدود 130,000 موشک و راکت در اختیار داشت و طبق اعلام یک مقام نیروی قدس سپاه ایران در خرداد 1403 این تعداد به بیش از 1,000,000 فروند تا آن زمان افزایش یافته بود. اما تعداد تسلیحات تنها یکی از عوامل تعیین کننده توان رزمی است. استراتژی نفوذ معکوس با جایگذاری عوامل اطلاعاتی در رده‌های پایین سازمانی آغاز می شود. سپس با حذف هدفمند فرماندهان ارشد و ایجاد خلأ در سطوح بالا، این عوامل نفوذی فرصت ارتقا به رده‌های بالاتر را پیدا می‌کنند. حتی در صورت شناسایی برخی از این عوامل، الگوی سیستماتیک حذف فرماندهان با تجربه و جایگزینی آنها با افراد کم تجربه تر ساختار فرماندهی را به شدت آسیب پذیر می‌کند. همزمان تسلط بر جبل الشیخ ضربه دیگری به توان عملیاتی حزب الله وارد کرده. این ارتفاعات استراتژیک که زمانی پوشش طبیعی برای پل زمینی ایران به لبنان فراهم می‌کرد، اکنون به سدی غیر قابل عبور تبدیل شده. رهبر جدید حزب الله نیز اخیراً به قطع مسیرهای تدارکاتی گروه از طریق سوریه اذعان کرده. اما حتی در صورت یافتن مسیرهای جایگزین، مشکلات عمیق در ساختار فرماندهی حزب الله مانع از بهره برداری مؤثر از منابع و تجهیزات خواهد بود. نتیجه این اقدامات ترکیبی کاهش چشمگیر توان بازدارندگی حزب الله است. در صورت وقوع یک درگیری گسترده‌تر، این گروه که زمانی می‌توانست به عنوان یک نیروی متعادل کننده به نفع ایران عمل کند، اکنون با چالش‌های جدی در حفظ انسجام عملیاتی درونی خود روبروست. همین وضعیت معادلات استراتژیک منطقه را وارد مرحله کاملاً جدیدی کرده. تقارن زمانی چند رویداد کلیدی شرایط استثنایی را برای اسرائیل در منطقه رقم زده. نابودی سیستماتیک توان نظامی سوریه، تضعیف ساختاری حزب الله و ایجاد کریدور هوایی امن، مجموعی از امکانات تاکتیکی و استراتژیک را فراهم کرده که پیش از این سابقه نداشته. این شرایط جدید اسرائیل را در موقعیتی قرار داده که میتواند گزینه‌های تهاجمی تر را نیز در دستور کار خود قرار دهد. مقامات نظامی اسرائیل اکنون به صراحت از احتمال عملیات قطع رأس سخن میگویند. حمله‌ای با هدف از کار انداختن ساختار رهبری و فرماندهی ایران در بالاترین سطوح نظام. با این حال چنین عملیاتی علیرغم جذابیت‌های ظاهری برای آنها میتواند واکنش‌های زنجیره‌ای غیرقابل پیش‌بینی را به همراه داشته باشد. با نزدیک شدن به زمان روی کار آمدن دولت جدید ترامپ، احتمال می رود نتانیاهو از فرصت پیش آمده برای متقاعد کردن او جهت مشارکت در اقدام نظامی علیه ایران استفاده کند. اما نکته قابل توجه این است که حتی در صورت عدم موافقت ترامپ، اسرائیل برای نخستین بار توان عملیاتی لازم برای اقدام مستقل را در اختیار دارد. این وضعیت می تواند به کشاندن ایالات متحده به یک درگیری ناخواسته منجر شود. ایران در این شرایط با چالش جدی در تقویت مجدد شبکه متحدان منطقه‌ای خود روبروست.
قطع خطوط تدارکاتی از مسیر سوریه و آسیب‌های وارده به ساختار فرماندهی نیروهای متحد، بازسازی شبکه نظامی را با مشکلات اساسی مواجه کرده. اما حتی در صورت یافتن مسیرهای جایگزین برای انتقال تجهیزات، احیای توان عملیاتی گذشته در کوتاه مدت دشوار به نظر می‌رسد. تحلیلگران نظامی معتقدند اگرچه بازسازی سیستم‌های پدافندی سوریه و احیای توان رزمی نیروهای متحد ایران در دراز مدت امکان پذیر است، اما این روند زمان بر خواهد بود. همین مسئله می‌تواند اسرائیل را به سمت بهره برداری سریع از فرصت پیش آمده سوق دهد. در سطح استراتژیک این تحولات می‌تواند به تغییر بنیادین در موازنه قدرت منطقه‌ای منجر شود. تضعیف محور مقاومت، کاهش توان بازدارندگی متحدان ایران و افزایش قابلیت‌های عملیاتی اسرائیل همگی نشان از ورود منطقه به مرحله جدیدی دارد که در آن قواعد بازی به کلی تغییر کرده. اما این پنجره فرصت برای اسرائیل دائمی نیست. کارشناسان نظامی معتقدند اسرائیل برای بهره برداری از این فرصت استراتژیک زمان محدودی در اختیار دارد. واکنش‌های متقابل ایران و تلاش برای احیای توان نظامی متحدانش می‌تواند به تدریج این برتری استراتژیک را خنثی کند. بنابراین ماه‌های آینده احتمالاً دوره‌ای سرنوشت ساز در تحولات منطقه خواهد بود. تا امروز با پوشش جدیدترین اخبار و تحلیل آخرین وقایع نظامی با شماییم. با اینکه در این چند روزه عمده توجهات به تحولات پرسرعت سوریه جلب شده، اما در این ایام سلسله رویدادهای جالبی در جدال تکنولوژی سلاح‌های ایرانی و تسلیحات غربی، خصوصاً بالستیک‌های ایرانی و ضد بالستیک‌های اسرائیلی به وقوع پیوسته. وقایعی که در آنها تسلیحات ساخت ایران خوش درخشیدن و موضوع برنامه امروز ما خواهند بود. دعوت می‌کنیم که تا انتهای برنامه امروز با ما همراه باشید. شکی نیست که اسرائیل یکی از پیشرفته‌ترین سیستم‌های پدافندی ضد بالستیک در دنیا رو در اختیار داره و البته نسبت به جغرافیا پرتراکم‌ترین شبکه پدافند هوایی هم در اختیار صهیونیست‌هاست. شبکه‌ای که با حمایت مستقیم ایالات متحده، کمک‌های فناورانه دولت‌های اروپایی و سرمایه‌گذاری‌های هنگفت ایجاد شد. امروزه فرماندهی پدافند هوایی اسرائیل 3 آتشبار پیکان 2 و 3 با حداقل 144 موشک آماده شلیک در اختیار داره. این 3 آتشبار در اینشمر، نیلشهار و پالماخی مستقره. در واقع توسعه سیستم‌های ضد بالستیک در اسرائیل سابقه‌ای برابر با توسعه موشک‌های بالستیک در ایران داره، به طوری که ساخت خانواده ارو ذاتاً برای مقابله با تهدیدات موشکی اتحادیه عرب کلید خورده بود. همونطور که گفتیم امروزه بر حسب گمانه‌زنی‌ها دست کم 144 تیر موشک ضد بالستیک پیکان به اضافه حداقل 1 آتشبار تاو با ظرفیت 48 موشک سپر فراجوی اسرائیل رو تشکیل میدن. البته در ارتفاع پایین نیز سامانه‌های پاتریوت و فلاخن داوود برای رهگیری طیف خاصی از تهدیدات بالستیک تعریف شده. مسئله اینجاست که چطور این شبکه متراکم پدافندی تونست عملکرد خوبی رو در پاسخ به عملیات وعده صادق 1 ثبت کنه، در برابر وعده صادق 2 عملکرد نزولی داشته باشه و اما امروز در برابر شلیک‌های 1 فروردین از یمن دست و پا بسته بمونه.
آیا این موضوع صرفاً یک خطا و نقص عملیاتی از سمت اسرائیل بوده؟ کمیت موشک‌های شلیک شده تأثیری داشته؟ با شانس و اقبال مواجهیم یا اینکه دلیل قابل توجیه دیگه‌ای پشت پرده قرار داره؟ در واقع برای بیش از 3 دهه، یعنی از زمان آغاز برنامه موشکی، توان بالستیک ایران در برد بیش از 1500 کیلومتر معطوف به تکنولوژی موشک‌های اسکات بود. یعنی علیرغم بومی‌سازی و اینکه موشک‌های ایرانی در همه زمینه‌ها از جمله دقت، بهینه‌سازی پیشران، سر جنگی، بخش هدایت و کنترل و حتی باتری‌ها دستخوش ارتقا و تغییر شدن، اما تا سالهای سال موشک‌های 2000 کیلومتری ایران همگی از خانواده شهاب 3 بودند. با اینکه شهاب 3 در دهه 80 تبدیل به قدر شد، در دهه 90 هم موشک عماد روی کار اومد و امروزه نسخه جدیدی از قدر و عماد 2 عملیاتیه، اما همگی اونها در بخش فنی اشتراک دارن. اشتراکاتی که با توجه به ریشه داشتن در خانواده اسکاد و عملیاتی بودن اسکاد در کشورهای مختلف برای کشورهای غربی کاملا شناخته شده است. همونطور که در برنامه‌های قبلیمون گفتیم، مهمترین موضوع در بحث ضد بالستیک توانایی سیستم برای پیشبینی پروفایل پروازی موشکه. یعنی سامانه ضد بالستیک بر پایه ریاضیات و آمار با استفاده از سنسورهای مختلف ماهواره‌ای، رادارهای زمین‌پایه و پردازنده‌های کامپیوتری باید با بیشترین دقت ممکن پیش بینی کنه که موشک بالستیک از چه سمت، زاویه، جهت و با چه سرعتی به جو وارد میشه تا بنابراین احتمالات بهترین مسیر و زمان شلیک موشک‌های پدافندی رو مشخص کنه. البته این پیش بینی همیشه کاملا دقیق نیست، اما اونقدری دقت داره که موشک پدافندی به قدر کافی به هدف نزدیک باشه تا بتونه نهایتاً با سیکر اپتیکی یا راداری هدف رو کشف و مسیر نهایی خودش رو تنظیم کنه. فرضاً شما اگر بدونید خودرویی با چه سرعتی در چه مسیری حرکت میکنه و مسافت خودرو تا خودتون رو هم بدونید، میتونید حدس بزنید که این خودرو در چه بازه زمانی به شما میرسه. عملکرد همه سیستم‌های پدافندی و ضد بالستیک‌ها هم بر همین اساسه، اما طبیعتاً پیچیدگی‌های بیشتری داره. در این مدل هر چقدر داده‌های شما و محاسباتتون دقیق‌تر باشه، احتمال رهگیری بیشتره و بالعکس. یعنی مثل هر کامپیوتر دیگه، اگر فاکتورهای متغیر زیاد باشن، سیستم نمیتونه عملکرد بهینه‌ای داشته باشه. به زبان ساده، حدس زدن یک عدد از بین 1 تا 5 بسیار ساده‌تر از حدس زدن یک عدد بین 0 تا 1000. با این اطلاعات در نظر بگیرید که اسرائیلی‌ها و دولت‌های غربی داده‌های متعددی از تکنولوژی موشک اسکاد، شهاب و نمونه‌های مشابه ساخت کره شمالی و دیگر کشورها داشتند. بنابراین اگرچه شهاب 3 و عماد 2 در برد و دقت متفاوتن و حتی عماد سر جنگی جدا شونده داره، اما هر دو موشک تک مرحله‌ای سوخت مایع با تکنولوژی نزدیک هستند که اطلاعاتی مانند زمان پرواز برون جوی، پروفایل پرواز و سرعتشون بسیار نزدیک به همه و در بانک اطلاعاتی حریف هم وجود داره و احتمالاً بارها شبیه سازی شده. بنابراین موشکی مثل قدر و عماد همچنان در برابر حریفان دیگه کاربردی خواهند بود، اما برای مقابله با یک سیستم پدافندی متراکم شانس زیادی ندارن، مگر اینکه به سبک وعده صادق یک در تعداد انبوه شلیک بشه. اما خب سیطره خانواده شهاب 3 با معرفی خانواده خیبرشکن پایان یافت. یک موشک سوخت جامد مایل پرتاب که با توجه به توسعه تماما بومی اطلاعات محرمانه خاصی ازش موجود نیست. استفاده از خیبرشکن در وعده صادق 2 باعث غافلگیری پدافند اسرائیلی هم شد و اصابت‌های قابل قبولی در فرودگاه‌های نظامی رو به ثبت رسوند. در واقع موفقیت یمن و گذر از سپر دفاع موشکی اسرائیل تنها با شلیک یکی موشک حاصل استفاده از فناوری خیبرشکنه. انصارالله یمن موشک خیبرشکن رو در 2 نسخه حاتم 1 و 2 و البته فلسطین 1 و 2 استفاده میکنه. در حالی که به نظر فلسطین 2 یک نسخه با قابلیت‌های مشابه فتاح اما کیفیت ساخت پایین‌تر باشه. قبلا توضیح دادیم که موشک شبه هایپرسونیک فتاح در کلاهک خود از یک پیشران سوخت مایع با نازل متحرک استفاده میکنه که مانورپذیری بالایی ایجاد کرده. در خصوص خیبرشکن 3 یا همون فلسطین 2 یمنی هم ایده مشابهی به کار رفته. اما خب اهمیت این موضوع در چیه؟ ابتدای برنامه گفتیم که هر چقدر فاکتورهای دخیل در تغییر متغیرهای یک موشک بالستیک بیشتر باشه، شانس پیشبینی مسیر حرکت و طبعاً رهگیری پایین میاد.
موشک خیبرشکن 3 احتمالاً به عنوان یک نسخه ارزانتر از فتاح دارای پیشران راکتی سوخت جامد باشه. این یعنی کلاهک حتی بعد از پایان سوزش بوستر توانایی مانور نسبی در خارج از جو و جو رقیق رو داره. ایران موشک‌های دیگه‌ای هم با کلاهک جدا شونده داره، اما موشکی مثل عماد از سیستم هدایت مبتنی بر بالک‌های آیرودینامیکی استفاده می‌کنه. این یعنی بالک‌هایی که بر اساس مقاومت هوا مسیر موشک را تنظیم می‌کنند، خارج از جو و حتی در جو رقیق بلا استفاده خواهند بود و موشک توان مانور دادن نداره. این در حالیه که سیستم ارو برای رهگیری خارج از جو یا جو رقیق طراحی شده و اصلا قبل از اینکه موشک مانوری بده اون رو در مسیر معمولش شکار میکنه. اما این موضوع برای موشکی مثل خیبرشکن 3 یا فتاح اندکی متفاوته. موشک‌هایی که دارای پیشران ثانویه هستند حتی در فضای خلا هم قادر به مانور دادنن و این موضوع پیشبینی مسیرشون رو دشوار میکنه. اما فاکتور بعدی سرعت بیشتر این موشک هاست. در حالی که موشک‌های معمولی به خاطر مقاومت هوا در زمان ورود به جو بخشی از انرژی جنبشی و سرعتشون را از دست میدن، اما این خانواده و نمونه‌های مشابه بخشی از این سرعت رو با پیشران ثانویه جبران میکنن. این یعنی در حالی که سیستم‌های ضد بالستیک همچنان قادر به پیشبینی مسیر نسبی و پروفایل پروازی هستند، اما این موشک‌ها اینقدری سرعت دارن که با ایجاد یک شوک مانع کشف و رهگیری مجدد توسط سیکر ضد بالستیک میشن. و همین خاطر در ویدیوهایی که این روزها از اسرائیل میرسه، علیرغم اینکه سیستم ضد بالستیک درست عمل میکنه و حتی سر جنگی موشک پدافندی هم منفجر میشه، اما کلاهک بالستیک اینقدری سریع بوده که تا قبل از انفجار به قدر کافی فاصله گرفته باشه. همین دو فاکتور اساسی یک موشک تقریباً غیر قابل رهگیری رو ساختن که اگر در تعداد انبوه شلیک بشه واقعاً مثل یک کابوس میمونه. البته ناگفته نمونه که گام بعدی ایران نخست افزایش سرعت این موشک‌ها، دوم افزایش دقت اونها و سوم افزایش قدرت تخریب خواهد بود.